این پرچم ها یگانه نشانه آن است که رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان می آید. در نظر است که صادر جباروف شام امروز 28 ایون وارد دوشنبه شود. در پایتخت تاجیکستان آمادگی جدی برای پیشواز صادر جباروف به مشاهده نمی رسد. درباره سفر رئیس جمهور قرقیزستان روز 24 ایون وزارت کارهای خارجه تاجیکستان خبر داد و از نمایندگان وسایل اخباری آمد دعوت کرد که خود را ثبت نام کنند، ولی با گذشت 3 روز نه مقامات تاجیکستان و نه مقامات قرقیزستان درباره جزئیات این سفر هیچ گونه شرح نمی دهند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان گفت که فردا برنامه سفر اعلان خواهد شد. این نخستین سفر صادر جباروف به حیث رئیس جمهور قرقیزستان به تاجیکستان می باشد. کارشناسان تاجیک درباره این سفر چنین نظر دارند. اهمیت اساسی این سفر در اون است که یکی مناسبت های بین تاجیکستان و قرقیزستان که بعد از حادثه های آخر اپریل سر زده بود این یک آب شدن دارد. به خاطر چی؟ به خاطر که تا لحظه که ما در رو برای همدیگر نکشاییم، تا لحظه که ما با هم گفتگو نکنیم، مناسبت نکنیم، مشکلات حل نمی شود. صادر جباروف در شرایط به تاجیکستان می آید که روزهای 28 و 29 اپریل مرز تاجیکستان و قرقیزستان شاهد یک مناقشه خونین شد که از هر دو طرف 10 کشته و زخمی بر جای گذاشت. بعد از این مناقشه مناسبت دوشنبه و بیشکک به سردی گرایید و مقامات قرقیزستان مرز خود را برای شهروندان تاجیکستان بستند. هنوز مشخص نیست که مسئله باز کردن مرز قرقیزستان به هم علامت گذاری سرحد دو کشور تا کجا در جریان سفر صادر جباروف بعد دوشنبه بررسی و در نهایت جانب‌ها به چه سازشی میرسند. ولی بسیاری ها در تاجیکستان و قرقیزستان منتظر آن هستند که در نهایت دوشنبه و بیشکک در مسئله علامت گذاری مرز به سازش میرسند و به جنگ و خونریزی در سرحد خاتمه میبخشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.